یه چالشی به نام بافتنی. من بلد نیستم میل بافتنیمون رو نیاوردیم. من بلدم، من لیف بافتم و بچگی. لیف با هم ببافیم، سر میلو بگیر. یکی زیر یکی رو. اگه اینه من برم. من ملیل دوزی منجو عالیه. نقاشی اتفاقا ما یه دوست داریم نقاشه و خیلی خونه‌های زیادی رو میره نقاشی میکنه. فیلتر؟ ولی زندگیش یه فیلتر خاصی داره. تو زندگیش همه چیزو فیلتر میکنه، مثل اینترنت و اینا. تو خاورمیانه زندگی میکنه از شانس بعدش بنده خدا. چون همون فیلتری هم داره. کارمند هوافضا؟ خیلی از بچگی علاقه‌مند به این بود که کارمند هوافضا بشه، ولی خب از بخت خوبش شد نقاش شو. آره. آثار باستانی؟ تو آثار باستانی به نظرم هیچی دوست نداره. یکی دو بارم خواست، وضع مالیش خوب نبود، 2 تا آثار باستانی قاچاق کنه که موفق نشد البته. خیلی ممنون. خیلی لو دادی دوستتو به نظر. ادامه نده. بچه فامیل. یه بار بچه فامیلم اومد خونمون، انقدر پسته خورد مثل سگ زدمش، اومد تو سرش یه جوری اومد جلو خانواده‌اش اینجوری مظلوم شد. همون بچه فامیلمون کوری سر چه خوبی کرد افتاد. نگو به خاطر همون ضربه‌ای که تو بچگی محکم زدم. فوبیا. به مامانم گفتم فوبیا دارم. گفت فوبیا چی؟ بگو ذره ترک شدم دیگه، خاک به سرت اینجوری خارجی حرف میزنی، شیک حرف میزنی. دوست اجتماعی و اینا رو من نمیفهم. سوشال فرند و دوست اجتماعی یا رفیق هستی یا نیستی دیگه. خب جنگل آتش گرفت. جنگل همین بچه فامیلمون یه جور عقده‌ای شد به خاطر اینکه زده بودمش، رفت جنگلا رو آتیش زد. الانم دنبالشن. شب نشینی همین بچه فامیلمون اگه نمیومد شب نشینی ضربه رو نمیزدم تو کلش که با آدم بود دیگه از اول. من مهربون‌تر گفتم بزنید. ما مهمونی نمیریم خونه خانم اسدالله. واقعا زدی؟ آره. کلمه اول کلاغ دمسیاه قارقار کنان داشت همینجوری میومد. توی راه یه دفعه‌ای متوجه شدش که سیمرغ، یه سیمرغی پشت یک درختی کمین کرده. کلاغه رسید به سیمرغ و گفت ای سیمرغ، آیا مرا نیز به مرغی خود میپذیری؟ دموکراتیک. گفت با این که من خیلی آدمی هستم که دموکراتیک در واقع فکر میکنم و به دموکراسی اعتقاد دارم، اما من وقت کافی مرغ دارم. بیا با هم دیگه بریم کوه قاف. فرهنگی گفته والا سیمرغو بخوایم ببریمش تو کار فرنگی و اینا. آره، بعد سیمرغ گفتش که آره من درسته که 30 تا مرغ دارم، اما با این 30 تا مرغ هم دارم کارهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، سوق الجیشی، پلیتیک شیرین رو انجام میدم. پس تو هم میتونی با من بیای بریم با هم کوه قاف تا بتونیم یک همکاری خیلی شیرین داشته باشیم با هم دیگه. همکاری شیرین کلاغ. ادامه بده. بعد که اینا داشتن با هم دیگه میرفتن، یک دفعه اتفاقی افتاد. بزک. یه اتفاقی افتاده. کلاغه اومد گفت ببین من الان مناسب این شرایط نیست قیافم، حتما باید برم اول بزک بکنم بعدم بیام. کلاغه رفت پیش توتی بزکگر. بگفت توتی بزکگر بزکم کن. سیمرغ گفت چرا میخوای بری عزیزم؟ اونم باهاش رفت، با هم رفتن. گفتش خیلی خب اشکالی نداره توتی بیا این کلاغ و این یه حوری بزکش کن که من وقتی میبرمش اونجا حتما تو کوه قاف یکی منتظر فدرال. چون کوه قاف یکی از ایالات‌های جایی هستش که خب میدونی اصلا اونجا خیلی فدرال برگزار میشده دیگه، یعنی اینجا بخشای مختلف فدرال بوده. من گفتش که خب حالا که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، تو هم به عنوان یک سیمرغی هستی که واقعا نظر داری روی من. سماور بگو. و اینکه اینجا فدرال هست و اینها. حالا این اما بگیم که الان اینجا کلاغ ما بزک کرده بود و اومدش و اون کسی رو که واقعا عاشقش بود و منتظرش بود توی کوه قاف دید. یه کسی بود و اون یه کلاغ دیگه بود خیلی خوشتیپ کنار سماور وایساده بود و براش چای ریخت. گفت عزیز دلم آتاری. عزیز دلم چایی رو میخوریم بعد با هم یه دست آتاری میزنیم. کلاغ گفتش برای آتاری زدن اون دست خلبانی رو اول بده به من. پارادوکس.
و اینجا برای سیمرغ یه پارادوکسی ایجاد شد که اصلا وجود این کلاغی که دیدش چه اتفاقی افتاده. حتما باید یه درسی باشه چون سیمرغ به رنسانس اعتقاد داشت. میگفت حتی رنسانس در مورد حیوانات و به خصوص طیور و پرندگان کار میکنه. کلاغه گفت رنسانس یعنی چی؟ گفت الان برات توضیح میدم. بریم اول یه سر به کوه قاف بزنیم. اونجا من تو کوه قاف سوزش خیلی گشنمه و سوزش معده دارم. امیدوارم که چیز خوشمزه بیارم بخوریم. آبکش. چی؟ آبکش. قصه خانم حمیدی باید ادامه بدم. من یه چیزی بیارم بخورم که اولش یه سری چیزا رو بکشن، امیدوارم خودمو نکشن، بعد از اینکه کشیدن دونه دونه جداش کنن. اون آبکشی که توش میریزن یه سری برنج و شما آشپزی اسم بالا مثلا اونا رو که کشیدن از زیرش آبکش نمی‌دونی. عنفوان. ادامه باید بدیم. آبکش که کرد بعد در عنفوان گرسنگی برنج آبکش رو میشینیم میخوریم. بعدش خدا کنه خوشمزه باشه و دون نباشه. تساهل. جان؟ تساهل. معنیشو میگی؟ بخشش رو بزرگواری. آها. خب بعد بشینیم که بخوریم. البته نمیتونیم بشینیم. من دهنم زیر آبکش اینجوری وا میکنم. خب هر چی که اون تو هست بریزه تو دهنم. ولی یهو یک چیزی از پیر قدیم خودم برای خودم به وجود میاد، میگه که تساهل داشته باش. اول خانم بعدن آقا. و من دهن باز میام کنار شما با ببخشید. شما هر جوری که دوست دارید. بعد که من همینجوری دارم میخورم پشت سر هم هیچی. خب آدم تون که غذا میخوره سکسکش میگیره دیگه. بعد هیچی دیگه. بعد یه پارچه آبم باشه کنارم. مادر شوهر. ولی من فکر می‌کنم سکسکی که شما گرفتید به خاطر اون چیزه نبود. به خاطر تون خوردنه نبود و اینا. چشتون بسته است همینجوری داره اینجوری می‌کنه. اصلا انتظار نداری یه دستی میاد اینجا دستتون رو ناز می‌کنه. یهو میگید آخه عزیزم قربونت برم یه دست می‌زنی می‌بینی نرم صورتش. نگاه می‌کنی این مادر شوهر ای بابا بذار همون سکسی کرد ادامه بده. نه طرف خدا. تشت. آره بعد نه دیگه مادر شوهرم که اومد منو ناز کرد منم یه تشت آب میارم میذارم دستاشو میشورم. بعد بهش میگم بیا بشین کنار من با هم غذا بخوریم. بعد غذا رو که با هم میخوریم غذا رو شروع میکنید با هم دیگه خوردن. بعد همون آدمی که داره چیز میخواد دیدی مادر شوهر سن اینجوری دارن. خب یه ماسکی سن رو صورتش نه همینجوری اولین غذا میخوره اینقدر بدمزه شما پختی. خب این ماسکی رو تبدیل میشه به واقعیت قیافه خشن خبیثش میزنید. زفت چیه؟ زفت درشت بخیل بد اخلاق هم قیافه وحشتناکه. نه مادر شوهر شما حالا مادر شوهر نه. بعدش این که خب زیاد از حد خوردم و اینا. بعد مادر شوهر میگه چقدر میخوری قیافت چقدر زفت شده چقدر زشت شدی اینقدر نخور حواست به خودت باشه. به هر حال خب دیگه همینه دیگه. چی؟ مرهونه بس مدیون و بدهکار. بدهکار. آره و میگه اینقدر نخور اینا. تو همین وضعیت من یهو خواب میپرم میرم تو مترو نشستم. خب دستم دستبند یه کسی اینجا بدهکار گفته دیگه. مرهون یعنی چی؟ میشه مدیون و بدهکار. مدیون و بدهکار. میبینم یهو میپرم میبینم که ای وای اصلا بازداشت شدم یه کسی اینجا دستبند زده. من تو مترو بودم همه اینا داشتم تو خواب میبینم. اون مادر و اون همه اون مادر شوهر رو ناز کردن همه اون قیافه وحشتناک همه اینا. میام اینجوری میکنم میام دستمو بکشم میگه کجا داری میری عزیزم شما مرهون مردمی. میگم الاف این همه مدت ما رو الاف کردی. من دارم میگم گشنمه غذا میخوری مادر شوهر فلان اینا. یه دفعه تو خواب بودی از خواب پا میشی بعد میدی دستبند و فلان و بسار. آره این همه مدت الاف بود. خیس هر دفعه هر جایی که من الاف شدم وایستادم از شدت زیاد موندن زیر آفتاب من خیس شدم. اصلا همه رو ریختم رو خودم. من کلا خیسم. من آدمی ام که هر جا مثلا مریضی خیسی دارم اصلا. خیس شدم و تو رو حالا الاف کردم دیگه. یعنی شما رو ببخشید. مرسی. میمون یک روزی میمونی بالای درختی رفت و برای خود داشت فکر می‌کرد. داشت برای خودش من کلام کرد. شما اینقدر باید بگه بله تا من کلامه رو بگم. برای خودش داشت فکر میکرد. شکست عشقی خورده بود و میخواست خودکشی کنه. میخواست خودکشی کنه. یه دفعه قریحه شعرش گل کرد.
و شروع کرد باید یه خود راحت‌تر و خودمونی‌تر فکر کردن باید که نداره اگر درست برن. پلنگ در این میان پلنگ میمان را بالای درخت میمان ادامه بده. میمان را بالای درخت دید و دید بسیار در قصه خودش قوطه‌ور است. خیلی ممنون. مبرهن قوطه‌ور است، مبرهن نمیخوره. در قصه خود قوطه‌ور است و برایش مبرهن شد که میمان عاشق است و برای عشقش میخواهد ملاقه و فکر میکرد میخواهد برای عشقش یک ملاقه شعر بسراید و ناگهان فقط پرید و ناگهان الان رو چیز بودی روی و ناگهان پلنگ پرید بالا و میمان را دیگه تا تش میمان موند آقا بغل کرد و از درخت آورد پایین که و در آن لحظه که انحطاط بله در انحطاط بودن داشت انحطاط اتفاق میفت در آن لحظه که در انحطاط بودن در حال انحطاط بودن پلنگ گشنش می شود و می خواهد میمان را بخورد. آره دمپایی با یک دمپایی محکم به سر یک دمپایی محکم 3-4 دفعه به سر میمان کوبید و میمان بیهوش شد و آرام آرام آفتابه تون بیهوش شد. ناگهان چشمش به آفتابه‌ای خورد و خوب جمعش آره چشمش به آفتابه‌ای خورد. در آن لحظه گور چراغ جادو از آفتابه بیرون آمد. ادامه بیرون آمد و از او سوال پرسید. برهه در این بره از زمان چه میخواهی؟ آفرین. پلنگ گفت چیزی جز همین میمان که میخواهم بخورم نمیخواهم. از ازل تا ابد اگر من این میمان را بخورم هیچ آرزویی ندارم. خیلی درسته. درسته برو. هیچ آرزویی ندارم. قول چراغ جادو بهش گفت میتونم یک آرزوی دیگه رو برات برآورده کنم و اونم اینه که اگر بتونی این آفتابه رو ورداری و باهاش میمان رو بشوری یه نیمریت دبش برات اینجا میندازن توی کابه که بزنی جا میمونه. یعنی میمون نخور بیا این نیمرویی که من برات درست میکنم بخور. تمام شد. دمتون گرم. خداییش خیلی باحال رفتیم جلو.